سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیوی امروز فیکس وایتی. نمیشه گفت ویدیوی امروز که به چنل جدید فیکس وایتی کادم. این چنل فقط برای گوشی پلیرها هستش که لگ دارن و فریز میکنن و دراپ اف پی اس دارن. امروز براتون یه رفع الگ خفن استفاده کردم. خودم از اون استفاده میکنم که براتون آوردم اون رفع الگ و داخل چنل تلگرام فایل هاشون میذارم. آموزشم آخر ویدیو است برای کسایی که فقط میخوان آموزش ببینن، برن اسکرول کنن به آخر ویدیو. ولی گیم پلی هم خیلی گیم پلی خفنیه. لند کردیم کراش سایت، فقط یه اسکواد اومده، ولی اسکواد ها، یکی آرتری، یکی شاتگان پلیر، یکی هم با جت اومد دهن ما رو سرویس کرد. بریم سراغ گیم پلی. The safe zone is collapsing. خب رفقا، آخرای گیم پلیه، بریم سراغ آموزش. خب رفقا، این هم از آموزش رفع الگ. اول از همه باید بریم شیزوکو رو راین کنیم که برای ران کردنش باید به نقطه اتصال دوستتون و یا گوشی دیگه متصل بشید که به دیولپر آپشن دسترسی. الان که شیزوکوی من راینه، اونجا نوشته شیزوکوی راینینگ اون بالا. برای ران کردنش میریم داخل پیرینگ و دیولپر آپشن و اینجا وایرلس دیباگینگ ضربه میزنیم و وایرلس دیباگینگ رو آن میکنیم. برای من چرا آن نمیشه؟ چون من به وای فای دیگران وصل نیستم و اینترنت خودمه. باید حتما به وای فای دیگران وصل بشید و پیرینگ ویش دیوایس کد رو بزنید و کد رو داخل شیزوکو پایر کنید و مرحله بعدم استارت کردن شیزوکوه که منم نمیتونم استارت بزنم. استارت کردن شیزوکو، وقتی که استارت زدید میریم داخل برونت و اینجا اون یه دونه کد میزنیم برای فعال کردن گیم توربو که اون کد براتون داخل چنل تلگرام میذارم. این کد نیست بچه، داخل چنل تلگرام میذارم. خب بعد میریم داخل برنامه ست ادیت، برنامه ها رو هم داخل تلگرام براتون میذارم. گلوبال تیبل و اینجا جی پی یو تونر سویچ رو پیدا میکنید برای فعال کردن گیم توربو و بخش کاستومایزش، یعنی میتونید خودتون کاستومایز کنید گیم توربو رو. میریم جی پی تونر رو پیدا میکنیم و میذاریم روی ادیت ویل و اینجا ترو مینویسیم. من از قبل ترو، ولی دوباره براتون مینویسم ترو سیو چنجز. حالا که وارد شدیم کلیر شهر و گیم توربو کلیک میکنیم و داخل گیم توربو. خب وقتی اومدیم میبینیم که گیم توربو فعال. کال آف دیوتی موبایل اینجا جی پی یو ستینگ نوشته اون پایین.
میزنی روش، اصلا میتونی کاستومایز کنی کالافو، ببین 120 FPS و گرافیک پایین ماینکرافتی و همه چیز اینجا براتون میاد. تا رفع الگ بعدی فعلا خدا نگهدار.